اونا با هم همدل و متحدن، شیعه و سنی، هر دو تا چشمای هم این و هم چشم شیعه و هم چشم سنی کور شده. ببخشید ادامه بده شما. باز باشه. شما اون گروه رو میشناختید، موسی زنگشاه اینا؟ آره با خودم عضو اون گروه بودم، خودم اونجایی که شما میگی حضور داشتم تو شما تلویزیون. فامیلی چیه؟ من عبدالسلام زلزله ماشم به زاده عزیز، با هم زیاد به صحبت داشتی. عبدالسلام، چطوری؟ حالت خوبه؟ خوب آره هستی؟ قربون ما الان مخلصتم داشتم من. تو چیزم بودی، تو فستیوال ابینیون هم بودی عبدالسلام، آره درسته؟ آره من عکست با هم اینجا، زیاد بودیم. الان عکستو قربون- برات میفرستم. الان تو آلبوم جدا داشتم عکس‌ها نگاه میکردم. خب قربونت برم. آره عکست اینجا، ما عکست دارم. بعدم ما اسم بقیه یادم رفتم، اون موسی آره یادم میاد خاطرات پسرش. خوبی رو داشتی میگفتی، بگو. ولی همون شعار الان جدید عوض شده چترال جان، الان شده هر دوی من کورن، هر دو تا حالا چشماشون کور شده دیگه. عبدالسلام ما وقتی که رفتم سوئد و اینا، ما با رستم میرلاشار خب میدونی یه کاری دعوتش کردم و خیلی هم شنیده شد پور افریقا، تو کار خونده. بعد خیلی جالب بود که ما اونجا متوجه شدیم که مثلا رستم با موسیقی بلوچی خارج از بلوچستان آشنا شده و رستم نمیفهمید که ما مثلا از دوره مثلا سن 14-15 سالگی ما با پیرمردای بلوچا و موزیسینا و اینا خیلی ارتباط عمیقی داشتم. حالا خب عبدالسلام تو تو خودت خودت میدونی. ریشت بلوچی هم هست، بلوچه که آره بابا آره، خب ما هم از این همون روز نسل. همون سال بعد 63 که شاید 63 که تهران بودیم، ما اومدم پیش شما، اومدم اونجا گفتم ما بدرم بلوچن و خیلی با تمام بلوچا ما دوست شدیم، چون فرهنگشون مثلا همون تهران مثل شیر محمد و اون خدا بیامرزتش چی بود اسمش، اون که بعد با شما نبود، او یکی بعدا با شیر محمد میومد جشنواره، اسمش چی بود، فوت کرده. موسا دونه میزد اونم موسا. نه موسا نه یکی بود با شیر محمد میخوند تنبور تنبورک میزد بعد، ولی با ماشاءالله با امری رو میگی، ماشاءالله ماشاءالله با با امریک. امری. بله بله. ماشاءالله ماشاءالله که ماشاءالله شما باش زیاد صحبت کردیم. اونجا ماشاءالله بعدا که اووردمش مراسم با کیش، ماشاءالله اووردمش کیشوره جزیره میدونم. کیش. با هم ماشاءالله رو دوستا باش جشنواره صحبت این چی کردم، خیلی دلم کرمان بود، میخواستمش. کجا بودیم مقامی ها و اینا رو با هم یک بار دوبار رفتی شما با هم نه ما کیش جزیره کیش، ما رفتم جزیره کیش، بعد به ماشاءالله آوردم اونجا شیر محمد اینا. بعد خود نگاه کن، خودت میدونی داخل این ایران موسیقی محلی و فلان اینا میگن، ولی کسی دیگه، شما ما میرفتیم تهران، مثل خود شما میومدی یه بار تهران و دیگه میرفتیم توی شهر اینا، کسی که محل اون نمیذاش، خودت بهتر میدونی واقعی وسیله ای استفاده میکنن. مثلا میرفتی جشنواره، یادت میاد میرفتیم جشنواره مثلا 10,000 تومن 10 روز اونجا ما میمونیم، 10,000 تومن میدادن، همه جا ما رو میبردن توی شرکت ها اجرا میکردیم مجانی، یادت میاد خب. اونم شما به اصطلاح موسیقی شما و خودت اجراهای ویژه خاص به اصطلاح با اون بادی لنگویج همراه با به اصطلاح حالا چیه موضوعایی که شما با موسیقی چیز میکردی، اونا که مثل من شما خودمون که ارزش موسیقی شما رو نمیدونستن، ولی دیگه استقبال میشه نه توی شاد بود به اصطلاح براشون. آره ما رو مثلا میدونی عبدالسلام، ما رو مثلا بازی میخواستن، مثل یه خیمه شب بازی شهرستانی بازی، ما هم درک میکنیم، تو خودت هم درک میکنی، همه ما میفهمیدیم. بعد اذیت میشدیم ما تو تهران و اینا که میرفتیم، ولی چیزی نمیگفتیم. یه مدت آدم میتونه صبر کنه، تحمل بکنه، بعد میدید که نه، اینا خودشون داخل وزارت ارشاد تو تهران اینا میخوردن، پولدار میشدن، بعدش دولت عوض میشد، اینا میرفتن برای خودشون، ما میموندیم و آواز. آقا درویشی کتاب خودت دیگه عبدالسلام شاهد دیدی، درویشی اصلا چیزی حالیش میشد که بخواست به کتاب بنویسه. درویشی تمام مطالبش از شما و از من و از تموم شده رفت، تموم شده اسد رفت. سربازی اینا دزدید، بعد به اسم خودش کرد. بارکلا اون هوشنگ بارکلا بعدش اون حالا بارکلا. تموم شد، هوشنگ جاوید اومد، اون شروع کرد اوفه، دزدیدن اون که مطالب ما. دزد، اون که اصلا دزد. اون نگاه کن الان شده چه کاره، اوشنگ جاویدی که من و تو میشناسیمش، شده رئیس بسیج هنرمندان کشور. نگاه کن از من و تو که آره نمیاد.
شب یلدا چله به قول ما شما این امسال زنگ زد دعوت گفتم ما اصلا قبول ندارم شما اصلا من تو چیز حکومتی دیگه نمیام تو تلویزیون هر چی خواهش کرد گفتم کسی نمیاد خودت و میشناسی زنگ بزن من حاضر نیستم خودم هم بیام گروه های کسی دیگه هم کسی حاضر نیست بیان دوستان دیگه عبدالسلام ولی دیگه داخل به کجا عبدالسلام رسیدن خارجم، دیگه خودش خارجم همینطورن. خارجم این یه عده‌ای هستن که همین بلوچی و بوشهری و فلان اینا وسیله است. خودمون هم میخواستن بازی بدن، خودمون هم داخل همین سوئد و این طرف، چون علنا نمیگن ما سلطنت طلبیم، علنا نمیگن ما مجاهدیم، علنا مجاهدا میگن، مجاهدا اینا مال مجاهده شهامت دارن. آدم میگه نه خیلی ممنون، ولی یه عده میان از هنر بدونی که به تو بگن خود طرف تیمه. متوجه؟ تو هلند داخل ایتالیا تیمن، اینا تیم ورکایی هن که فکر میکنن مثلا ما و تون عبدالسلام و اینا ما شیر محمد اسپنداریم. متوجه؟ اینا اونا رو رایگان میفروشند و در واقع خودشون که ندارن واسطه نه و اونا دلال هستی اونا رو میان اونا رو قیمت اونا رو بالا. میفروشند عبدالسلام موسیقی های ما چون اومدم فرانسه متوجه شدم موسیقی های ما و شما و که سال 90 که میرسن فستیوال کن، میدونن اینقدر چی میکنم. ما اینجا فهمیدم اینایی که داخل اروپا تر تیم میسازن، موزیک بلوچی، موزیک فلان، ای تلویزیون میدوزون، دارم کتاب مینویسم، دارم چی میکنم، اینا اصلا فواصل موسیقی بلوچی نمیدونن. دروغ میگن اینا. نگاه کن یه چیزی بهت بگم، تو موزیسیانی خب، آقای این که بنجو میزنه در نروژ زندگی میکنه، ایشون داره فواصل غربی رو عبدالرحمن داره. بله، عبدالرحمن بله. بله ایشون فواصل غربی رو داره میگه، تعدیل شده غربی. هیچ چیزی هم از بحث مد، هیچ چیزی هم از بحث موسیقی علمی نمیفهمه. یه لباس بلوچی پوشیده آقای ایکس یا ایگرگ، نمیخوام اسم کسی بیارم، کسانی که با یه لباس بلوچی میپوشن مدعی فرهنگ بلوچ میشن و موسیقی بلوچی هم هیچی نمیفهمن. دروغ میگن مثل راست. زمانی که اینا منفعت حتی شخصیشون دستگاه ها ریتم بلوچی رو اصیلشون رو نمیفهمه، این آقا نمیدونن نمیفهمه که در نروژ این الکی میگه، این الکی میگه. خدا شاهده که با اینا مثل گنگ میشن، بعد لباس بلوچی میپوشن یا بندر عباسی بازی. این بندر عباسی هم داخل خارج و اینا یه دیده. بعد اینا ضد عکس مار رو آفت شیادانن اینا. بعد با شارلاتان بازی، با مثال حزبی سیاسی چپ و راست تو هم میزنن، سفسته میکنن. یعنی علم موسیقی ندارن اینا. و یه آدم روشن فکر داخل اینا پیدا نمیشه که تو باش به صحبت بگی آقا چی میگی تو با این لباس بلوچی داری شارلاتان بازی میکنی؟ چون اصلا فرهنگ بلوچی. Başka Rostam Laşarya başka ne? بله قیزا. Vajan یه لحظه صبر کن. هنچه الیتیش درو تو درا بات من نزانه که من من دیانه یارم منتظر ولی ما همشه انو دل کم دل گپ کن های شنبه زاده که های شنبه زاده شما جای داره های شنبه زاده حالا نگاه کن این آقای عزیز دیدار، وقتم این شاعر شاعره. خیلی آقای مشکلی نمیاد عزیز شاعره یا آدم ولی پریه. خب این آدم دوست پریه. عزیز چند سال آره یه لحظه فقط ما اجازه بده یه چی مطلبی بگم در ارتباط به یا آقا عزیز. من حضوری دیدمش، آدم پری از نظر ادبیات و آدم حقیقت گراییه. و در ارتباط با همین ادبیات بلوچی یه مقداری ما باش صحبت، چون شعر میگه و اینا. ولی در ارتباط با فرکانس و اینا که بحث خیلی مهم، ما هیچ بلوچی پیدا نکردم که باش صحبت بکنم حقیقتا. که این اشتباه باشه رو. باشه آقای چترال، آقای بله چترال شما ببخشید اینجا شما نیامدی برای که شما خودتون رو بلوچ میدونید، داری شما به شکل کمی چطور بگم غیر مستقیم داری به ما توهین نه میکنی. نه 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 اشتباه بله برداشت بله چیز نکن. نه نه اگه بله. مطلبی هست تو صحبت نه ما لطفا حتما ادامه میگیم ندید ما اینجا. نکنی برادریم. کم ترکیه نه اگر اسلام گپ کن اگه در موردی یه وقتی سوء تفاهم نه از میشه. لباس ما پرداختی، از لباس ما پرداختی، به نه 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 هنرمندان ما نه نه داری. نه ما رو نه نهایه نه نه چهرک جان تو چهرک جان اما ساز گوارنده جی نه والله نه بسیار نه 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 ما شما به خودت نگیر، ما دارم مثال میزنم، میگم سعید ممکنه نه افراد. کلا امیر جان کلا اون داره سعید میگه نه که هنر بلوچ، هنر اون بوشهری یا خودش میدونه در حالا همه جا در سیاست بخصوص در جمهوری اسلامی به جای این که به خود اصلش
اهمیت بدن به سوء درود استفاده ربات بود آوازشون میشود. کسی این واجن هستش، اینه سوء استفاده از هنر میشه. بله این مثلا هستش. یه کسی بیاد لباس بلوچی بپوشه که بلوش خو نمیشه. یه شخص متوجه؟ خاص یا گوشگن که مای زانه که یا گوشگن آیا ایراد آیر گرفت مثالی جا تو دیری آتے گپان پیسری آیا مثالی آیا سنگتی ہیں گوتی ہیں سنگتی نه نه تو حالا پر تو پیسرگی خبر نیش کتا گمین واجه پیسرگی خبر پیسرگی اتاقن تو من که شما نبوتا نیش گم کتا چی نبوتا گم چی بتایی مروچن زبر نه نه زبر نه هر جا رو برای آی سمپاشی که بلی هنو دقیقا هم یک بلی کار کنه بلی عزیز آچ دلم عزیز دلم نه نه شما واجه اصلا بزرگزاده الان پرچیه بلینی اگه پیسر رستم میلاشاری سنگت بیت لوگی بیت آره تو و آره تو شما مردمانی نگاه کن اگر شما وقتی که یه تبلیغات نفر منفی کم صحبت من گم واجه آره امیر موافقه نباید لگ بی در آره استیج ما تبلیغات شما منفی اگر کن که یه کسی که مطلبی دانه حالا اگر ما یه نیارت مطلبی شما یه یارت کسی ما یه صحبت دیگه گپی میکنه کو پیسری هم جای شما یارتر واش که اگر یه کسی یه تاسیه که لحظه آیه اجازه گپ بدید گوش لطفا مکنی گل ما شما آقای واسه کاتبان حرف به شما حرفای بزنی مدراتور گوش کنید. به مدراتور داشت صحبت میکرد. خب شما گوش کنید. شما به مدراتور میگی که حرفای منو گوش کن. شما به حرفای مدراتور اتاق یک کم دیگه احترام بده. درود سنگتان واجه ایران نژاد گپا لگه بله متوجه نبید من زن واجه ایران نژاد سلام علیکم کتا نشارین واجه امیر تو واجه عکس درود من ربات نشاندم ما پیسر مهندس ندیستم درود ربات ما درود شما را خوب واجه باشد بزرگزاده واجه چترالا که واجه محمد شمبزایی زانه یعنی یک بحثی موسیقی باره بیان کنگ بی که واجه گوشت که موسیقی مثلا برای انتخابات شان شما چیزی آماده کنه. برحال ما انتخابات همیشه گر ما مثلا اهمیتی بیته ولی چون نه که ما جداگانه برای موسیقی یاد کنیم مثلا نبیته باز همین موسیقیان باید استفاده کنه او چون که ما را اپمی گروه و تشکیلات سیاسی شان نبیته که یعنی اجازه ده نبیته که یک گروه موسیقی سیاسی بی یا حداقل یک موسیقی ادبی مثلا چون که می بلوچی موسیقیش ما درو واجن چما شرطر زانه واجه استاد مزار مهندس بزرگداد هم ده بچه بلوچی موسیقی مختلف مثلا سمت سوها پهلویا وسیع موسیقی چه موسیقی پهلوانی حماسی گرفته چه موسیقی مشهوری صوت و سوی راروس گرفته چه موسیقی که مثلا کوچه بازاری بقول بعضی گرگ باشن دروش ما در نظر بگیریم واجه کی خبر هم تا یه حدی راسته البته اگر یه واجه به سنگت رستم میلاشاری نگشی ها ما وقت گنده که بعضی از افراد هستند از موسیقی بلوچی لا کشی که پوچ بلوچی شما بی باید که وقتی که ما یک قومی رهبری یا در یک فیلدی در یک میدانی قبول کتا باید آیه به تمام کامل انجام بده حرمت آیه لباس باید حفظ کنه حرمت انجام بله آواجه اگر اشیوشی که ما به صورت کلاسیک و آموزش تو که جهان دیگ بوده مار نبوده چی نمار مکتب بوده نجا بوده میگا آموزش موسیقی در می بلوچان فرد و فرد بوده و از این طریقه که ما این آموزش البته موفق هم بوده هر دولت اوچا هنی ماشاءالله همچو موچ سرودی همچو موچ تنبورگی بنجو والا باوجودی که بند بیتا باوجودی که درو سوازان پرشک بیتا بله موسیقی و تراپا چکن به راه رو و ایشون که موسیقی در واقع یک وسیع چیزی یک ساعت دو ساعت نمی ما یه مثلا در برای بحث کنین و نظر بدین باید ایشی منوتی جن که سال 1300 و تقریبا تونه مگشم که 45 46 زمانه گا گودار که رادیو زاهدان بیتا گودار ما موسیقی گوش کنه و گوش کتا حالا آمشوی دست ولی شما هندوستان بیتا یا رادیو دهلی بیتا رادیو کابل بیتا رادیو زاهدان بود دیگه همیشه ما به استاد و استاد سربازی دیگه ما چه آواز یه روی چه نشکتا آرام نگرفتیم یعنی این چه ماره علاقه به موسیقی بیتا و زانه فهمه موسیقی چیه من موسیقی فهمم ولی آموزش موسیقی بلد نه یه دیگه چیز داغانه برال یه چیزانی باره باید گشته گپ جنگ بید ماشما سعی کنید که واجه اگر یک خبری گوشی سعی کن بچا شما آواجان که تا اروپا هست دیگه بود شما رو ضبط زوری نیه که شما منی خبران تایید کنید مکنید ولی ادام باره سری مشکلات هستن ایشه که شما اگر زبان فارسی هم بیچاره موسیقیدانانی در 40 سال 50 سال تو که
یا وقفه ایجاد کو شما یعنی خب شما رو مثلا بنان بیتا شما رو کی بیتا آدگه بیتا هر نیکه خب وقتی که تو هما بازری کشته تو آیه نیل پر سمر رسرگا مثلا پر رونموشی نیله رشد نکم هنوز هست همین چیزی که واجه کشه تنها ما بله چند تو که نه موسیقی مثلا لاتوشی کوچه بازاری لاتوشی مثلا موسیقی مبتذل ایشان همشانه که دیگه بیچاره گنگواد سرجنان تروانه کاری دنبال ولی اگرش همشان ببره تا آموزش بده شاید چون بهترین موسیقیدان و چون علاقهش احتمالاً رشد کنه از این نظر که من به نظر من بحث کنم درباره موسیقی مثلا به طور علمی باید ببی و ادا فعلا جای نه بله ما تنها کاری که میسنگتان کو من یاده آقای خاتمی یعتقد شاید سرود انتخابات یارکو او خاتمی او نرمزار تی آیگا یا حتی بهار بس این ارزشش حتی رجت اون رد به شما میته بیچاره همچون که واژه مهندس بزرگ داده بشی منت واره مدش می واجه میکروفون آزاده، هر کسی گپی جا. جی وجه سلام و درود رهبات دراهیم دیوان مندوب اما یه امید چی اندی تایتل ها چرین تایتل یا هم که گندو که بیسانگتانا جهل و بورس گرانده دیگه درود درهبات گوشی من دی چترال اولین رندت که اذا همیم نام چترال دیسته پده بودو چیر جت و که هم بزه شم بزه و مشما پاک جا یارین چطور وش بگراند و همه چیری و سنگتی و جدایی و پاکشیانی رو اهدافی رو گاه ما سر لین و وقتی تو گاه ما قبر چونه ہے ار بلگین کنار ولی شرین تیتری شرین چه تایتل شما هشتو گپ کنگه ای بابتا من شیرت وانم بگوشن که ما به طور کلی هنره که شامل شعر و شاعری و کل هنر موسیقی و همه دراهینا اگر بیم ما وقت اگر لوٹان چه که تقسیم بندی بکنن ما هنر سیاسی داریم و سیاست هنری چند دو چیز جدا اینا هر دو اینا نه بابت مکم میگه بکنم و مستاقم با شما و چه یارم سیاست هنری با هنر سیاسی که دو چیز فرقش هست و فرق کنه سیاست هنرش این که هنرمنده اصیله که دراه نانی جا یارن کاری هم شر سر روی اصولن تو مردمی تو مردم هم آئی هنر پسند کنن که اگه من مستاق بلوتم بیارم چونکه معلوم راجع دین عرضیه چونکه هنو مثلا سطح بین المللی و جهانی و انگو شبکه جهانی چونکه رستم میلاشاری و دیگه سنگتانی شان هنرمند اصیل و طرفدار دارن و شر موسیقی هم کار کتو په بلوچو خاص هنر بلوچ علیه ما موسیقی گپ کنه یا شاعری هم توانی همی گپ کنی پد ما مستاق یارا هم دا هم که شاعرانی بابتا ای سیاستشان داشته که من چطور با چه شیوه در چه چارچوبی هم تخصص فنی سطح و لیول کیفیتی و هم چارچوب مقرراتی را رعایت کنن که بی بی سی من رستم لاشاری نه تنها بپذیری وقت منی رند بی منی پد بیت که تبیا پلان پروگرام بهر بزور خب شی لازمه شین که غیر چه هنری و هنرمندی و تخصصی و فنی که ز عمر تلاش کتا که به او در رسته یک سیاست هنری هم آید دارد که سیاست هنری شین که تونتا تا جایی که آیان مجاب کن و آیان هم خواهش کنن نشی که توت برو تو زر بدن تو تبلیغات کن تو یا به زور از یک کانال پارتی درگیجه بلکه برعکس دستگاه های شنکنو کالا داخل ملک بگیریم که چینی مقررات فرق کنن بلا آگو بین المللی ها آیر بلوتن و هنر شنکنن خب
آیه هدف چی بوده چی هدفش این که بلوچ هنر بلوچ موسیقی چه بی سی پخش بید دراه جهانی اشکون دراه جهانی گندید ارزشی رزان که چرا ارزش بوده و ارزشمند بوده تا این سطح داری پخش بید. خب چرا گوشن که سیاست هنری که ادا اگه ما شما مستق به شما ما بیارم و دینارزیه خب همه زمان جنگ هم که در همه ملایانی چی بوده جنگ بوده اما اصیل ترین شرط ترین بلوچی موسیقیانا وقت جوڑ کرتا وقت آهنگسازی کرتا اگر تعریف چایا نکوتا بله خلاف مقررات آیان که آیر رد کنن تو میلند هم فنی و تخصصی بابت که آوا استاد بوده هم از نظرش که با آیانی چه اگر در تضاد نیم بل خب خود چه در تعریف نیم بل در تضادی هم نیست. این یک سیاست هنری آب کار برده تا مروچی چوپیز محمد در مثلا رادیو کراچی یا جاهای دیگر ایشان این سیاست هنری بوده که مروچی پا ماشما دو دان که آرشیو تو کا دو دان که رکارد شده صوتی تصویری منطقه ای شاعران تو هم گپ هست که شاعر مزن شاعر من نمونه اگر بگوشم واج مولانا عبدالله روامد رحمت الله علیه یه بلوچستان شهر به بلوچ چوبار و گمهار تو وقت گوچین گو یک فرمانداری بوده وقت یا یک مسئول اودا اتکا هم جایگاه شعری و هم جایگاه اجتماعی اینقدر بالا بوده که اگر 10 نفر 12 نفر کار کتا بچه دعوت بوده به یک جاهی به همایش به جلسه یا به سفر که یک مسئولیت یعنی نتوانته که یکی دعوت مکنن اینقدر محبوبیتی بوده اینقدر مردمی بوده که دعوتش کتا گوڑا او دا یحتا با همه وقتی هنر با سیاست هنری درد بلوچا هنر بلوچا به آیه تا پدا روزنامه‌یان و جاهای دیگه و چاپ و شنگ بوده شیه گوشن سیاست هنری. ولی یکی هست هنر سیاسی چین که یک شخص خاصا سیاسی مردمی یا پارتی سازمان یا نظام تفکر ایدئولوژی هر چی دیگه ما کار ندارم که ای پارت یا آ پارت هنرمند در سطح مردمی و عالی و تخصصی و بالا هسته یا نه یا کمتره باز هم کمه یعنی از نظر فنی تخصصی معمولی یا حتی معمولی هم نه ولی چون وقت فکر سیاسی داری وقت طرفدار یک پارتی سوی استفاده منی مثلا گوشن چه هنره که هنر ماش میخواست هنر بلوچن دیگه چه موسیقی چه شعری چه هر چیزی سوی استفاده کن کرای سوی استفاده امکان هست برای آیی چون هر چیزی که مشما باشه هر موضوعی چه انتخابات بی چه یک پتو نقاشی بی که چه یک معشوق یک نفریه یا نزانه پیغمبر یک نفریه یا بالفرض دوستدار یک نفریه یا یک کاندید یک نفریه اگر آن نقاش آیرت زشت و بد و خراب و غیر فنی بکشی کسی نچاری هیچ اگر با هنر زیبا و با هنری خور بکند و هنرمندانه ای چه بکند آره چاران آره گوش کنند آره گشتر مخاطب جذب بی همیشه باعث بوده که هنر سیاسی نه سیاست هنری هنر سیاسی باعث بی که چه هنر سو استفاده بی یعنی طرف بیت چه هنر ابزار بکن برای شک زاند که مخاطب و زائقی و زیبایی هنر یعنی مجموع دیگه اگر هست همه تعریفانی بگذاری زیبا هر هنر همه شعری بی که زیبا بی از نظر اصول شعری و آرایه های شعری و واژگان شعری و محتوای شعری و صنایع شعری و همه چی گوشه شعر و هنر و زیبا
اگر نه غیرش چی گفت نه شعر نه همی هر وقت بگوشی و تمام 4 تا قافیه سرهم کن تو نظم بلکه ببی بله شعر نه شین که نفرانی که چه یعنی هنر سیاسی که لورت چه هنر سوی استفاده کن از همه قسمت همه بهر زیبایی هنر یا تا سوی استفاده کتا و برای اهداف خود خب ایدن که جدای بیرا ایدن که هنر سیاسی کس که هنر سوی استفاده کن هر که پوتی فکر پوتی اهداف قوتی چیا روت هنر سوی استفاده کن نه دیگه بیه مثلا ما طرفدار حسن جان فروتن اذا کاندید بوده در همه لوگا که مثلا چاپ بجنی پرایی بس همین چاپه خب امیر جان طرفدار مهندس اسلمه که اگر رای او البته گشته تم دیوانه گوڑا چاپ بجن خب من یایم چون طرفدار حسن فروتن هستم حسن جانا گوڑا چا هنر سوی استفاده کنه یه تعریف دادن امیر جهان چه گوشه مهندس اسلامی توانمندی ها مهندس این که دود کرتا این که چی کرتا پلا منی آیا چون کنه منی آیا همه گپ همه ستا و تعریف گوڑی آیا وتی چیا یک شعر بندن یک گالی گوشم بلوچی که حسن جان چونن تو حسن جان پلانن تو وقت شعر هم ورزام وتی زانم بلکه شعر هم هیچ نه گوڑا ایدا سیاست هنری نه که چه هنر سیاسی نه سیاست هنری این دو اینا باید ما شما یک تفکیک کنین دو هر دو اینا در نتیجه در اثر تاثیرش هست یعنی چه که سوی استفاده کن به دلیلشی که هنر زیبایی بلکه نتوانتی استادانه زیبایی به طور که باید شاید از زیبایی بگوشی زیبایی بلکی زیبایی بکشی یا زیبایی موسیقیایی بکن بله سوی استفاده تا حد کموگیشی توانت بکن و هم آنکه سیاست هنری داری هم تأثیری هشتا تأثیر تا حد هشتا که در بالاترین لول در بالاترین سطح وقت وانتی از ای هنر و زیبایی هنر و هنرمند واقعی که هست بیاد برای اهداف که او هدف دیگه افراد و دیکتاتور و نزان شر و سل و دیگه نبوده آیه همه خود هنر بوده برای همشه گوشه هنر مردمی این که هنری که در هنر بلوچن چه شعری بی چه موسیقی بی با یک سیاست هنری در سطح ملی و بین المللی و جهانی وانت معرفی کن با زیبایی پس ما نتیجه گیریم که هر دو اینا به تاثیر نه هرچند که سیاست هنری چون هنرمند واقعی و با زیبایی بهتر شکن تاثیر گشتری بوده و موفقتر بوده و موفقتر خواهد بود اگر ما بلوچ لوٹیں یک روچه چه هنر واد هنرمنده چه هنر واد چه شعر بی شاعری بی چه موسیقیایی بی چه هر هنری بید بلوٹیں با هدف مردمی کی یعنی معرفی کنگی پجارگی در سطح جهانی گوده سیاست هنریم ببید و هنرمند واقعی ببین و سیاست هنریم ببید تا تاثیر شرین داشتن بی نه هنر سیاسی ببید هنر سیاسی بی همه مخاطبی زود فهمید و شمزان و با وتی اهدافی کم من تاثیر و هم کلی من نتوان وجه دراج کش بیتی هم پیل باز تأثیر گذاره و نظر علمی بررسی کد باز یه دیگه دوستان واشات که مهندس در بلوچستان وسط محاکمه دیگه ولی ما وردی که گپ کنن رنده مدیراتور میکروفون شما را در بلوچستان شرقی شعر و شاعری و ارزم به حضور شما هنر چون باز در خدمت ما الان نگوشون در خدمت ولی در حوزه سیاست باز این فعالیتی نمیده که در بلوچستان بوق غربی نه بلوچستان نه در بلوچستان شرقی بیشتر مثلا نمونه چیه اما جیه بوتو بی‌نظیر ندان فلان و امان اما شعری ماندگاری یا در حوزه سیاست ما چوک بلوچانی
اه، حالا هرچند در حوزه بلوچستان غربی مثلا یه شعرهای بیته مثلا اه، شما فرمایش کو شیعه و سنی او برن دشمن چما کو برن ولی ماندگاری چیز برجسته این گندگ نبی اونجا مهندس چرا اسلام هم بوته دارم کنجا شعران واجه مولانا روان بود بازینی شعر ما هنر سیاسی که من گوشم آیر هم هنرمند بود شاعر برجسته بود مشما پاکی هم احترام کرین و زانه هم شی که در حل مسائل سیاسی و مشکلات و بحث سیاست که هنو منطقه شعرانی بوتگی دیگه چطور بی و بازین نمونه دیگه مشما توانه دیما بیاری حالا این کبرکی که آ طرف چون فعالیت سیاسی آنگو گیشتر بوده و آزادتر بوده و هنو آزادترین چه غربیه بله با میزان بلکه نبوده بله ایدیم هم بهش نبوده منت جی هنچ من اطلاعات کم من در این حوزه و در حوزه ادبیات سیاسی بلوچستان اطلاعات کم بفرمایید دیما بر دیوان امیر جان من باهاش یک ملت صدات یک بفرما نمونه شما اکشن نگاه یک بفرما نمونه که به امیدیم که ترگوشان که انو ماندگار منطقه یک مجموعه موت یک کننده ایتون که از دهین چه مجموعه یک یک در حد در سطح ملی تاثیرگذار بود که 5-6 گشت قبل از شبکه اولی یک و دو و چیه قبل از خبرش یعنی دیگه مهمترین و ما گرانترین چه تبلیغاتی بگوشه چه مهمترین پروگرامان الف ماشه گوشه قبل چه خبر از 3-4 دقیقه قبل از خبر ساعت 2 بخصوص پخش بند یک مجموعه به نام حامین 10 قسمتی یکین قسمتی که تصاویر زیبایت از بلوچستان شعر استاد عبدالحمید ایران نژاد که هم در نشته و با خوانندگی ماشاءالله بامری و تصویر و چیانی هم نجار پیشه که شرطرین به اصطلاح سوسترین می سنگت و همکاریت که فیلم برداریت و تهیه کننده و تدویرشان موتون ایدا دو سه دیگه آدگران چی بودن بله در این حدش چه نکو اگر زیبایی تصاویر مبوتنه اگر زیبایی شعر مبوته و اعتبار خود استاد عبدالحمید ایران نژاد مبوته شما اول که شعر رو تصویر ببی و مودا جلو گرگه بود هیچ هم به اصطلاح در تقابل اچن از بلوچستان زیبایی و بهترین چیه که مرچن تو مچکدگن تو از همه سب تا صدی که برگبی در تصاویر یارک بود و شعر هم بهترین شعر و حتی من توانم گوشن سیاسی شعریات چون چه واهگان ما شما بلوچن در این شعر استاد ایران نژاد یارتد و چون کار زیبایت چون اما بحری که من گوشن نه لکه موت دخالت بوده اصلی اما شعرات که زیبا و تصاویر و خود ظرفیت بلوچستان خب ایده سیاست هنری بوده که ایش را غالب کنه در حدی که رو هیچ کسی مانی متوان جلوی رو بگید تا آن حد رو پخش بی خب شما سیاست دیگه مگه چه بود سیاست کجا رو گوشید تو منتوار بفرما رند استاد عبدالحمید بودی اما اثر هم که معرفی کم متن شعری جی من به جست دیگران اصلا ما که این شعر من روان داده په ایمیل په شما لحظه اینا من روان داده به چارتی رسته یا نه همین وکیلانی شعر چشم و تو هم روان داده زبان میگه الان راسته وجه ما وانتا رسته نه بارمان توات هم پتا وانتا مدوشی هم و اوکی پیسرتر هم وانتا تو ایوتی دیوانا و باز هم شرط و تاثیر وت هم منوتی خیالا یلیت دیگه اگه هیچ یک کول گجر تلنگوری و شرین په هما که هم شرکتش کتا و کنن تو کاندید بودتگا و شری سر تو وتی گپ جتا منت وار وجه ما را کار په مردمان نیه بعضگان بیچارگان هر که بودی سجل آدم مردم که هدایی هم تو تکی و کتومی هم
امیر یا رای داده آدیان رو رای دا امیر یا نام نوشته آهن ناکزات تروزات کن روان بلوچستان هنگا قبیله این قوم هیشین کاتو دایی سوپری کشن تو دعوت کنن تو مردم ها بیچارگان گناهانی او آیا مردم کارمه داری بل همشان نام نبیسن همین دکتر و مهندس و فلان و پدا مردم کشک بودتگن تو جمعه برقرارن تو روان رای دین واقعی شرمندگی و حساب کتاب نی واقعی کچ و کساس بهیایی یا نی لاله اوه 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 شیش هو لحظی بلکه لحظی ها تهدید کنه لحظی ها بله نه گمان نکنه همچین تهدید ببی که اگه تو وکیل مبه ما تر کشی گمان نکنه همچین چیزی ببی بلکه بوشا من مثلا فرض کنه من معلم و فرض من مدیر نکنه مدرسه مدیرون نکنه اگر مدیرم فرض من شهردار نکنه شو بلکه بل نه که یکی ها بکشن ندانه پلان بکنن او گیشتر لحظه زر ده سیٹ میٹ زر ده تو شیا اگه تو وکیل ببه یه کارا اگه پا ما بکنه ما پمپی بگیریم پترول پمپی بگیریم ندانم مرگداری تو گره من ترا کمک کنم اپا تو یه کارا پا ما بکن چوشین چیزن یعنی یکی دوشی پا من فون کود چه سراوانا واشتی که یکی یا 4 میلیارد داتا یا دیگر یا صبحانی نام یا که تو اگه وکیل به تو په من یه کارا بکن من یه 4 میلیارد دادم تو کارا بکن یه منگیش کتن دوشی وابانی وحدا دو سه بند دیگه یه هستن برای ایشان مردم باید رزوا بکن و مردم کشک بیگانه تله چه کارا در کنه چه کارا در بکن مردم کشک بیگن دردانگی ورنا سریا چوکل کن ویل کن یاسر رات سرهنگ و پلان را کشی تو و تو را کشارینی تو جان و چوک درستن ترک کن من چه کارا کشاتن سر چه کارا وای هر چیزی حساب کتابی ها بابا ببخشید لانه واجه عزیز جان سلام درود دیوان واجهان بزرگان شما منتوار وجه بزرگزاده و واجه عزیز جان شما گپ کن بچه منی بانکو انچو شما باندت من نتونت بیان بلشن هات که سلامت بات همشهر که نشته پا وکالت ها زنه شما بیا یک خبری بکنه چی با ما بلوچان شما را کول دهیم ما را همه بیگناهی مردمانی که کشک بوده ایشی لوٹ کنه که شما قاتلان بگیرد تو سزا بدیم ای وعده بکنه ای اول اساسش مشت اصلا انگار نه انگار زنه تو تو یا مردمی مثلا رگ نخوا قطع بوده است ویلچر سر هیچ کس کمکی نی زری نی درآمد نی داشتی رواگا محتاجین و رگ نظر یا دوای درمان 400 مردم تو 400 مردم نه 20 مردم مثلا نخوا قطع بوده زنه او صد چیز مردم بوده کشک بوده او خاشه مردم کشک بوده مثلا یک کسی که فرمانده نیروی نظامی باید از نظر آیا وانه نه روان مثلا بعضی چیزی باید آموزش بگندی روانشناسی بزن جامعه بزن اقتصاد بزن ای بزن ملیتری ترینینگ بیبیته و یک کنو که برات خدای مثلا مغز نیمی کپ اشک زنه خودش مجازات بکنه و همه مثلا همه فرمانده روت باند مثلا دیوان امان و تیگا اچه کاری کنته کنو کی زن چه شی ام دالاس بی کسی که فرمانده شه با مجازات کنه هر کسی بی فرمان نیست رهبر چوکم ببین پادشاه چوکم ببین یعنی گنو که یعنی مثلا شی من البته مساله بیارش و سجی اعصاب خراب بکنه رش ما اچ اشاره تا نکنه داره بچ کی بوده سیتی بوده شی اسب سر راگا بوده یا جای یک راج که لاگتا بیهوش بوده پولداری چوکی بوده 2 ماه کوما شتا چنان کوما دراتا دربان شی چیچو والا علاج که 2 سالا رنده پدشی انچه واقعی کتا که مثلا وقتی مات مثلا کشته خدا ای سر سوار بود داره یک مزاری تاتری تو که
این چشه مردم روانی مردم که فرمانده نیروی نظامی پر می یعنی کاندید استاد وکالت واسطه ای چم جال کتنگ یا برا نکنه که ما بلوچه ما رای بوده جز پر سکنه مردم را بیمه بکنه این مردمانی که تقریبا آگ مرتن کبران تو که باوتن چوکان چوران جنو زمان پوچی چیزی واردن ورگه زره کمکی و آنی که کپتنگ لنگ لوچ آنه چرخی چیزی کمکی زره یک پگاری هیچ بار نکنه چم جال کشتی آنه را دیت توف لعنت شکر یا thank you ولایت دانسیا اجا امیر تمام دان یا نه دیوانداری میکنید عزیزان حتمی یکی وزیری چشم صد عزیز شما رو گرفت کنید حسن جان ده تو و حسن جانم جان من تو جاودان و واتساپ مهندس جان. من تو واتساپ آپارات میں شبکه حامین وطیه که پدا اما آهنگ حامین شعر استاد ایران نژاد ما هشتاد لینکی را پتو راه دوردا که بل ما ادام مدیریتور نه اینو پدا اصلا نزانه هم چطور او ده توانه بالا دیتا ایر کنه کسی لوٹی وطی جنتو اما که تا گوش هم متنی و هم آهنگی و هم همه چی هست بوده که سنگت اگه لوٹا گوش کنی لینکی تو مهندس هم در چت روم ها تو واتساپ هم چت بچه رومی تک دیم دا ها چت روم هم در بلیکی منی بوده برزگا دیم استاد هم وقت همه دین گوڑا همه وقتی هم معرفی کن بکن اثر وات پر هم ده خبر یعنی کم اه پدا نه تو لینک ها دیم ده استاد هم در یه باره یه اثر هم گپ کن شو اگه شتا نماز بله استاد عبدالحمید درود و دعوات راجع محمد شو واجهان خدمت نشتگان جی ها و همچو واجه مهندس پده اکران دی واجه وشاد کنن دیوانا همی په واجه عزیزا که دیگه سنگتان رو یک په یک ایدا واجه گوشت شهر معرفی کد شیک به هر حال شامین باره مولی عبدالله شهر دیگه تا این تو بیمار تا واجه گوشته ولی خب چون که آیا برای کارهای رادیوی تلویزیونی مثلا گوندین 5 دقیقه 10 دقیقه واسطه مثلا نبوی مردم آنه چه بکن و واجه هم گوشته گد من واجه الباش که داشتیاری گد که بیا واجه مهندس یا همچه چی گفته گوشتی که شما درباره همه آداب و رسوم فرهنگ بلوچی کلچر باره شما را که شهر ها گوره چه کنه یه شهر من چو آرد کتا گد پیسر بله تکمیل نکتا گد گوره یه تیم که واجه کلای من داتا من وقت مهندس تماس گفت گوره من یه شهر پیر بست و در واقع یک شاید بروشی بقول واجه از یکی از فرهنگ بلوچ که حامیان که واقعا حامین جلوه مختلف یعنی من وقت تقریبا 15 سال سرباز که من رفتم تابستان که مدرسه تعطیل بودن گرماگا دیگه من رفتم وجه ما چو نوروز رفتم نوروز هم مجبور شه بوتی مچان وقت گوش کردم کار هم انجام داده 15 سال من بول بلوچا مجلانشی کده مچ وجه ورتا مچون گوشتا سوند پاد پیش هیچ مودر بلد تانی حتی که سواس هم ناکو مرحوم من یاد داده گفت دیگه کتل و کچو و یدگر و آدگر بلوچی هر چی بیش وجه من یاد دارم یعنی بخش از فرهنگ بلوچی حتی که من در دانشگاه ولایت یا ترمی تدریس کو بله مزه گپ شیک بجای که میبینی دانشجویان می بلوچ استقبال کنه گشته همی مثلا دانشجویان شهرستانی و پد خاص کا جنینا آت کے استقبال کی کلاسیات ہیں تو میں دا کلاس با و گپ جت تو تاد روی سے تو فون بوگا پنج تو پاد بوگا پنج کتل تو بوگا پنج تو ناس دارینا بله چیزان درو کشتم بخش از کارا بودن تو حامیندگی تو زانه یک جذباتی و من چیزایی که در حامیندی تا این واقعا حس کتا باشی زندگی کتا چون گشته دیگه یا عمری تو نمیگشی همین خب چند سالی که دیگه من نتونم ما چند سال برام مثلا به خاطر دیس کامرش مشکل ولی خب عادی دیگه فکر نکنم من برام کسی زیر منه که ببینیم بچه بر یا ببینیم بچه گوش کن
این کار در ما باید انجام داد اونجا. منتظرم ازشون براتون. ما چه هم را دا فروتن تلگرام ها ولی دیگه تا درگی تو بود همشی هم لینکی هر کس بجا تصاویر زیبا و شعر باز وشو زیبا و آهنگ هم و خواننده هم شطر خواننده دیگه باز چی جلب توجه کرد دیگه چی همشین دیگه سیاست و هنر که توانه و تو هنر با یک راهی چهارگان روشی جان فیلم آپارات تو کما چهارگان شما گپ کنید دیوانه بره دیما باش بالا دیگه دوستان گپ کنه نه شما بفرما هر کس گپ هست بفرما در یوزا یادگار داری گپی حال هوای روز بالاخره دیوان شما وطیگه و جان این تکلیف شما کنه فرهنگ و کلچر و ایتان باره گپ جنگاه و به نظر من بچه سیاست نگوشی که نواد بی باید هم بی ما مسائلی که می مثلا چی هند لوٹ هند میخواسته هند باید شان آمین مانده هر کسی بی حالا هر که رای دا هر که رای ندام کلوه که ده رای ده هم اختیاری هر کسی وید دسته بعد حداقل باز کوشش می بکنن که وقتی دو در روبیه ده شان پریز بکنه اگه شان باش با پریز کنم بازی چیزی دیگه باید پریز کنه بی اگه شان ویل داتن تو شان رابطه میش میداسته و پس شانی باید برن تاریخ باید راج دفتر پیش کنن یک شان در گیجه و آخر مصیبت بی برحال یک قومی یک راجی چایی دو در بیادگان چایی فرهنگان زانه بی که خب شاعری یکی از قویترین شانتی هنر برحال مروچن خب تئاتر فیلم سینمایی چیزای مختلفند که ما بتونه هنر دیما بریم می سنگتا و مهندس شان درست باز زحمت کشه تا یک دو سریال شان چه ترکو چین چه استقبال بیاد سریال به زمان بلوچی تا بل متاسفانه پدا شانش سرکابی دیگه یا تورم و گرانی همچرا بالا که دیگه هیچ که تحمکت نکردیم بیه ولی خب اگر بیبید چوشین محاضر فیلمنامه بنویسه و درباره فرض کنه قشنگ متونه میر کمبر شعر به صورت نمایشنامه در بیاره دادشاهی در بیاره حمله در بیاره شان سر بود کار بی می ادیب و می نویسنده باید ایشان سر کار کنه ما باید یک شخصیت های بلوچه از لابلای همین شعران و همین کسایان در بیارن و شان صورت کتاب در بیارن که فرض کن دادشاهی کتاب بی حملوتی کتاب بی برحال هر شخصیتی که هستن تو بالاخره نقش میتتمی فرهنگ و می کلچر تو که فرض کن مثلا هانی شیموری جداگانه واشنامه بی بود به صورت شعر هم در آرک بی هنی وجه انور جان به جارزی زورتا چی کتن صورت چی در آرته ترجمه کتب انگلیسی و منی گو کتاب بچار متاسفانه با موفق نبودم همچنان جمجدات منی و که مثل زبان فارسی و بلوچی انگلیسی هن. برحال ایشان کارهای هنری هن یه کارا ماندگار بند مشویراج ماندگار بی بلوچی که یک انتخابی رو بانده حالا کار کن نکن شاید ایشی البته چرا دیگه بتون یک برنامه‌ریزی همچه که واجه مهندس و هنری مثلا یه تیم هنری قوی بیتی تو مثلا تولید محتوا بکنن نمایشنامه بهترین اجرا بی نویسک بی شعر گوشک بی مسابقات آزاد بی شاعری و در یک چارچوب محدود بی تا شاعر بود یا فکر و اندیشه بیان بکن منت وارد شد سلامت و استاد شما را الله عمر نوح نصیبا کنات تو سنجا اجازت با یه تایتل که انتوارها جی مهندس که توار هستی من اما فیلم ها چهارگام پمیشا من
تو او دا بلکه گوش کنه گیا حامی فیلم ها شر حامی فیلم سارگاه حامی نگاه و یه آه. چیز تیوی شبکه تیوی که هارد کتا آپاراتور که کهیگی و دیگه من جوسی هستی هندودان شبکه استانی میشه به نام یکی ایران شهر تیوی که من آمین تیوی تولید در میکنم 15-20 سال که مواد ارد کتا پدا ویل کتا دیگه من دواس نرسید کسی کمک کو همراهی نکو تب لحت مصاحبه و همه میوتی سنگتانی و جو استاد عبدالحمیدی و علی بخشی و بهادر نادری و مشان کنشتین و شعرین و دیوان کوی بو کم کوی اشی موسیقی مشان مفاهیم موبایلو کو از پیسران چند دور بینو کم من اصلا من کم تدوین کرد یا پیسرینا که سرا و سیما درست سابی سرا پنایان پخش بودن چه کرده یک کپی گیب یا ایر نکرد هم یوتیوب هستند هم ادا نامی کرد همی ویدیوان به جایشی که هنچ پخش کنه نامی کرد شبکه تلویزیونی هامین بلوچستان شما بله یک منی اکانت هدف مهندس آپارات جان شما را پی یک اکانت پول گیری آپارات یا نه پول نه نگیری نه 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 یوتیوب هم نگیم نه ای همان چون شما ایدا من کلاب ما کانت جور کرد یا تن نشتگ پکنه پر کی فقط شیات که ما او ده یک آرمی جور کو پنه همینا نام این تو کو که شبکه تلویزیونی و دیگه همین ویدیو یاد که شما ایدگرا هم گری تو پاکش کنه ولی ما چون رسمیت ده که علتی گپ شیات که من لوټس یک چراغ یک الگوی پنی دیگه جوانان بن که پد هر قوت زمان که حامین من جوړ کو شبکه تلویزیون حامین به زبان بلوچی هم گشتر شی بود هیچ اینترنت هم به نه تن تو کلاب و دیگه آپارات و شان ما سی دی سر 1000-2000 سی دی شان کپی کرد تو راه دا به ایران شهر و چابهار و داول و سراوان و خواش و دیگه جهان سنگتانی و انچو پا سی دی سر تا کامپیوتر برو یا چه بل هنو که موبایل هست و ای امکانات ها ما این کار کتاد که جوانا یا که بیه مثلا دیگه شبکه بجن شبکه تفقان و دیگه شبکه مکبران و دیگه شبکه سرباز و شبکه زربار و نزان چابهار و این که 100-200-300 شبکه اینترنتی همه تلویزیونی فنی و درست حسابی روی اصول حرفه‌ای ببید همه جوانا و توانا یک در واقع یک راهنمایی یک راه یک انگیزه در بی راهنمایی که این کار توانی بکنی و محتوا تولید کنی حتی در سیاست مثلا مروچی بل پر یک تلویزیون شهری اینترنتی با 40-50 میلیون در جهان مثلا یا 100 میلیون مخاطب داشتیم بودیم منی بلوچ خب نیاز ندارد که بگوشم ماهوارم بی ای دولت دولت مار شبکه بدن هم شیوت هم توان مصاحبه های در مورد انتخابات در مورد هر چی که عموم مردم و موسیقی فرهنگ هنر هر چی بلوچه او ده به جهان برسینی بله ما باز هنر ما بلوچ باز این شین که همه کلابه که بودتا نعمتی بیایه ده مننده دیوانه بگیری هم دیوانه چی یا هیچ موضوعی میبیسری یا اگه موضوعی ها جنگ به فقط جنگ چه آره بجن تو زادن آیا هر جهل دوردن آیا دیگر چه بکند اگر موضوع دیگر چیزی انو شعر و شاعری و هنر تاثیر هنر که من به شاعری سر گوش دیگه هر دو هم سیاست هنری هنر سیاسی هر دو اینان هم تاثیر تمام نو همه عنوان هم من مرض ها یا لوٹن که تحقیر کنن روتنا لوٹا امیر جان تقریب کنن ایشر ویل کنن که این نظر وقت نظر بوشن ها تپچی ایش تاپی که اشتا تپچی مروچ اسپیتینگ گودگوار کرتا امیر جان تا نزانه نباید اسپیتینگ ور کنه چرا تا پاک پچه سر نیت دیگه جنگ و جر و بحث و وقت و اینترنت و تنگه ولی یک که حاضر نه چهار جوان علاقمند یا ما شما یه بید یک چه کاری مثلا که ماندگار هم مانم تا آرشیو و دیگه جهانش چاری تو گندی هم پد تاثیر و تا گشتره هلن مخاطبش بی بعد اگر سیاست هم که روان در همه سیاست هم وتی چه در تجارت هم و اقتصاد هم اگر یک تلویزیون اینترنتی بلوچ آقای فروتن جوړ کردن 10 سال پیش و مرتب هم تولید محتوای کردن شر محتوای مردم و مخاطب پسند بوده مروچ 200 میلیون مخاطب تر بوده شو ده بزرگترین بنگاه اقتصادی تبلیغات پخش کو داد شتر من دیگر تبلیغات دوتی دکان و شرکت
کلی درآمد هم تر بود و چرخته. بله ما با بیوسی استارت چی جات پد مادی هم چی زیاد سم بلوش تری فکر و تنی چی نام دیگه ما دیگه تنهایی نظری هستن نه وسی هستن نه سن و نه سال و نه سلامتی طورین که دیگه بیشتر ادامه بده همشانتون در همه حد همود منطقه من یاد همه آپاراتی که تیگوشه بلکه 4 سال 5 سال بلکه مو تاریخ تبگنده ما یک حتی یک چک کلیپو که هم نبوده که برا ایر کنه هم کار نادرستی بود تمام وقتم که جو کرد بالاخره کم چیه دیگه می اینترنتانو جای دیگه اور چه میوتی همیشان که تم کامپیوتران و همشان وقت که تایید کرد نستا یا مودا په موبایل کې تشانه توان بشتي بل نزوری دیگه ای بابت رسانه‌ای بلوچ باز نزوری که چه رسد بهشی که هنری را بیت از تأثیری را به موضوعات چوک انتخابات چوک سیاست چوک اقتصاد و دیگه چیزی این که برجسته کن که وتی اثر و تأثیر بلی که کاش شما بودین و کم جهد بودین بابت من نتوان درود وجه بلوچ منتوار شوی دانه سنگتانی که کار کت کنند کم کم مزانت رواد تندیما هنی گیشتر با مثلا میشمی وستان تا همی اینترنت نزوری مردمان کم که پشتاد دور داده پدایش هم هزینهش هم باز انت مردمان رسیت نکنند هنی چیزایی هستن که مفتن همی یکی یوتیوب متواتر بید نشان بصیرت پدا همه چیز هستن که به صورت یک تیوی تا و تیوی اینترنتی هم تا ارکوت کنه هر کس ارکوت کن این درستین فیچری که هست اینترنت موجود چند دانه سافتور تا وقتی کامپیوتر انستال کنه اما پم که تیوی چه پم پردیوس کند وقتی متریال هایشان شان اما پهمی پم آرت کنه بی انشالله سنگتان کم کم دیگه وجارتر بگن تا همکاری بکنند بهتر. استاد عزیز شما کم که خاموشید شما را مطلبی است خبری است باره شعر شاعری هنر های تأثیر به انتخابات البته که شما وقت هم یک وحشی شعری نوشت و ادامه هم سود برچه های منی موضوع حیالا پرش کرد یا منی نطور حیالا همین شعرش بس یه نام نویسو کن اگر لجش هست و غیرتش هست و کلو که تاوان و سگن که تهدید بودتگن تو چمسورش دادتگن تو پاترپ دادتگن اگر شما چو مکنید پردن شما را مدیر نکنین شما کارا کشین منی حیالا کلو که تاوان ضروری هست اشانی که دکترن تو مهندسن تو کارین بلوچی چوکن بزانن که بلوچی بیگا یک کلو که یا چوتوکی هم مردم ها بلگی جاهی تیراندازی کنن اگر تیر مردم و تی جگران نلگی بل چوتوکی بسگی پادی کلو که تب بی درچه بوابسی هسپیتالا برو ای مردم انسان اجتماعی ار بوده اگر نه بیا من ترا یک کشتی پر کنه چه سهرا ده ما ترا کلین کشتی یا گونتی چوکان جنا بله گوشنید که ترا حق نیستین چه یه دریا یا ایدا که همدا که نه همدا کشتی وشتاته تو یا متری اینگور آنگور شتو نکنه چیه کنه آزر کشتی زران تلاهان کشتی پر چیش کنه ترا یک کیسه زر دهیم مثلا 1000 کیلو طلا دهیم کلنت کوه سرا باشیم بلگو هیچ کسا تو رابطه و پیوست مگه چی کنه انسان موجودی انسان یک اجتماعی موجوده نبی بی هم دیگرم 100 نفر بلوت کشک بودتا دوت چوک هنگه چی هنگه یک گوارترین خبری نکن که کیا کشتگن و من رو وکیل با ایوه نبودنی خبری نه شما راه هره مردم شما را پتنالت کنن شما ورا که ورا شما دفع زهره بن بابا اسپینوزا یاد گوش بابا مردمان
خدایا بدر بیراه مگوشید، خدایا زایدوا مکنید، خدایا بی عقل مکنید. خدا کدی چو شکن که یه مردمی چه شما بازار را گچی نکن، شما را چه گندی او آدگران شما منتوار کن پچی یا زان آزانگی که پیغمبر آدن اگه شما را بدن ای درگاهی کم ببی هزانه زان تو زانگی که حلید که داتش یک نفر یا آدگران منتوار کن. خدا کدی چوشی بی رحمی کن، کدی چوشی بی عقل کار کن خدا که شما بحکم بازار محلوک کا یک منتوار کن نکن خدا یہ کارا. فهمیش کا بزانید که یہ دروغ ہیں، یہ دروغ بندگان خدا اسرا شان پوتی پیغمبری اڈ کنگیں، شان پوتی رسولی اڈ کنگیں. خو اسپینوزا یا وزان که من یه برا بکنم سجه یهودیانی بازارا، یه یهودی بازارانی خواهم منو گر کنه بله باشتی بیلی کنه یه دیگه روچی نه سجه خواهم چه سجه دنیا یا جماع بودن یا جاهی نشتن ای لعنت نامه ایرادا لعنت اسپینوزا یا سباها که چوابا پادکه لعنت اسپینوزا یا که روت دست دیم شدی لعنت اسپینوزا یا که وحدی که رو برا کوا لعنت اسپینوزا یا وحدی که وحبسی لعنت اسپینوزا یا وحدی که نبیسی چپتمات و ثروت و جاگاهانش هم که هیچ کسو هم تعدید هم نکتگه هیچ کسو هم نگوشتگه تو چوش بگوش. خب بالاخره انسان یک بابا لجا نبی چو نبی و چو نبی و سادی مردم کشته کند هونده هون بیر هیچ نیست و ایرانی درو نشته کند که ایشی هیچ کار رای نده هوت نده ویل بکن برو مردک مولا بته چی پسر و اما بره رای بده هوت بده. آها بلو چون ایرانی صحیح با پاک ایرانی صحیح مگ باکو برش هر کلگا بچاره 10 بلوچ نام نوشته آبرو رو هون بیر نگرفتگی نوبیا یه گوال گون چونا پر کن چه غیرت ایوان نبی لاله نه این نبوتنیه بری این نبوتی حقیقتا هر جایشان گنده پتنالتش کنی چون لوگان دپا بره دوگ دورده چوچ تو ایوان نبوتنیه بری لاله یه چونه که حقیقتا مایدان ماهنی و یاد کنه موشی بیای ما را بکشه بلکه من هم در که اگه من کیسه که تو که کنم برا بکشه گوت بده از تا کدی مردم زندگی وای چوچ تو بلوچ رو نام نبیسی اونگو جمعیان هونین جمعه هست هر هفتگاه آواجه ها یک تنه گردن داته هموی تهنوی بیلی هنو آوا مش مپتین و مش شلواری و وشتگی یا کشونی یا روسیایی کنی و پله ما همایی پارلمان رو نام نویسی چطوری چاره چطوری گنده یا روچی چطور رن دیمی در کپین ها بیننگی حساب کتابی ها بابا وشتگش کچو کساس نی باز چیزا بره نه که چوشتی آی نه مباطن چی نگن مباطن چی نام ای و روسیایی فاتحه نمولاله اما حقه 14 نفر بشی سراوان نام نوشت نه چون نفر پرانجا نام نوشت گر باش ما را گر باش می دکتری و شما مهندسی तो बारगाह है क्या दुआ बेटा को वजह अमीद वाशात के तो यार पहाड़ कंबले बहरहाल ये सब سلام کننده رفتی که چطور واجب حالات امیر جان فروتان ابو سعد عزیز دادشاه استاد بزرگزاده عزیز استاد ایران نژاد و تمام براسی که جالگه ما والله خبرني دكان واجه واني انت بلي مشما بلوچ متاسفانه هر وقت مشما شوتی منم یر کپتن مشما زیو کام و چیوان ویر کرد مشما وتی زحمت کشانه که سالها زحمتش کشته چه هنری چه نزانین هر وڑه سیاسی بودگند و مشما زانن که آدم منصفند نه اینکه آدم هایی که مثلا غیر منصف نم انصاف داشته بند گوڑه خوب بند همیه ابر واج عزیزین زمانی که شما را لطش جده شما را ماردت چوک چوکش کرده
هنوز مثلا ملت هیچی همین شما پچه رای ثبت نام کنید آخه چیه بی مثلا چه اتفاقی کپی من خدا شاهد من یکین یعنی قبلا هیچی من مثلا اصلا موافق نه اون خب که همه واجه سعیدی اصلا تایید بی همه 4 ساله که همه خبر داته همیشه بوده همه برای تاریخ مانی باز گیتره که در ایرانی یعنی جغرافیا و تا گوشن آقا همین ما وشکنن دیگه می تهران سنگت فلان هر جای شما این نمایندهتون خیلی آدم خوبی هست دقیقا حرفی میتونه بزنه بقیه لالمونی گرفتن خب همیشه بعضن همین بل مانید بمی قشنگی مانی پا ما باز گیتره منتوار بابا همه روان فدا دودا شیرا گوش دارن دودا لهجه تک مردی یا دودان فلان آی بابا آمرت زالان گرن ونان گرن انگار زالان کنن ندانم فلان آب کو هم بلوچانی کرات ندانم آخه بابا مرد رفته سوره روچنی رفته کلا جنه بانور کشا نندی نیوکی هنگن ننشته بوسی چه بانور را نگفتگی ماتی توار کن که جنینی آتکا میگورا میارن تو وقتگه سالون که پاد که بانوری جنا یله کن رو بطارا دشتا کشاینی گرما پر دلا آخه عزت و شرف هم او چیزی امیر کمبر شیرا گوش دارید پچه لج شما یا دیوان نندی شیرا گوش دارید چون کنه گنوات چیه کنه چون وابست واب کپید یاسر پاداد که چوکروک چه کنده سرا چستگن مسلسل زورتر رفته و تارا کشارین تگی منو مدیر نکنه تارا مدیر مکنه وای یاسر جنا چی باشه یاسر چوکی دیما چون در کپه تو بانده بلوچانی لجا چیه کنه تهران خراسان کجا کرما کردان چی باشه هر کلگی 14 نفر نام نوشته که من رو مجلس که 50,000 50 میلیون دن 10 میلیون دن وای تو دکتر تر بس 50 میلیون هست دیگه مهندس پلانجا رئیس کار اداره کار کشاورزی یا جای نگنی وره من رو پارلمان ایران اگه شما درا کارو پارلمان ایران اگه 100 نفر کشته نگوشی کی کشته تو رو چیش ده آه هیچ طور دروگی کی دیمی بنده ای خبر مردم جهت حساب کنم بابا شما منو وکیل کنه من رو تر ده چه تر ده تو وای استاد سلامت و باز تی سلامتی کم که ما ترسن آسیب بجند ما دیگه وگرنه تی بران ما قطع نکنیم من ترسش تی سلامتی کم که تی پرشر برو برز حالا سلامتی نیستین تب بکناتین بمراتین مردم یا دمانی زندگی ما نه نه بسه این بسه گوالک پر بیتن شپی خیر و جمعیت مباشرات که مهندس دوباره دادشاه شهریوان دادشاه درود و سلام واجه عزیز جان دیوان واجهان والا چمیر پولتن بنده سمید جاله واجهان میرین جان جاله میرین علی دیگه چمسور امی رند مثل چر جاله بلوچ و قرآن واشد که وقت قرآن یا دیوان تی جاگا خالی ہے شعر وشی بوان اجازت ہے اوکے دلگوش چی بستگین دور پیشی گستگان پا واجهان دور نوکه پا گریبان هتکگن سستگان توقع چه گریبانی گورا سستگان توق چه گریبانی گورا واجه و میر و گریب ام کوفگان واجه و میر و گریب ام کوفگان که روچه که شما و شال بیت که روچه که شما و شال بیت
اچمت اور سے وا جہانی دریپگام اچمت اور سے اچمت اور سے وا جهانی دریپگام جا جنت اکاوتی نو دست گرت جا جنت اکاوتی نو دست گرت آکه پیش آوا جهان دست گرفتگان آکه پیش آوا جهان دست گرفتگان گوت فاکی جا جنت یک جابت گوت فاکی جا جنت یک جابت یالله نو وا جهانی رن پدا یالله نو وا جهانی رن پدا چومد بید پچوند نان آترا چومبی پچوند نان آترا پامیران و شهارت کاسگان پامیران و رسنت کاسگان بگوشی که دشمن امرایی ما را کجام جاها رسین دشمن امرایی ما را کجام جاها رسین پشتا پا منزل ما را پنیم راه رسین پشتا پا منزل ما را پنیم راه رسین پر نبی سر که کجام راه گچینا پروتا پر نبی سر که کجام راه گچینا پروتا دشمن پنتا مرا مرچی اما جاها رسین دشمن پنتا مرا مرچی اما جاها رسین ما چه ملک هم در ملک نیست لوک پر نندگا ما چه ملک هم در ملک نیست لوک پر نندگا عالم گنده که مرچی شد وطا ماها رسین عالم گنده که مرچی شد وطا ماها رسین داشت طاقت من که باره وشنیت نو چی کنن داشت طاقت من که باره وشنیت نو چی کنن کم کم دستی هارت په منی سهار رسین کم کم دستی هارت په منی سهار رسین منتظرم